برسد. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز میکنم به نام الله که به اندازه مهربان و به نهایت با رحم است. والتین والزیتون. قسم به انجیر یعنی شهر شام و قسم به زیتون بیت المقدس، از بس که انجیر و زیتون نفع بسیار و فایده و برکت زیاد دارند. در اول این سوره مبارک خداوند به نام این درختان پرفیض خود قسم یاد کرده است. بعضی محققان میگویند که در اینجا و تین و زیتون اشاره به دو کوه است که یکی آنها در نزدیکی بیت المقدس و دیگر در دمشق واقع شدند. موافق فکر آنها سوگند به آن مکانهای مقدس است که این درختان در آنجا می رویند. بعض مفسران گفتند که مراد از تین مسجد دمشق است. قرطبی می گوید مسجد اصحاب کهف است. بعض دیگرها می گویند مسجد نوح علیه السلام در جودین است. الله داناتر است. و طور سینین. و قسم به طور سینا. طور سینا کوه است که الله تعالی در آنجا موسی علیه السلام را به همکلامی خود مشرف گردانید، یعنی به واسطه با او علیه السلام راست گفت. آن که محل آغاز نبوت موسی علیه السلام است و کوه است صاحب درختان سرحاصل. سینین به معنای مبارک است. و هذا البلد الامین. قسم به شهر یعنی مکه که جای امن و امان است. پروردگار مکه مکرمه را شهر امن نامیده است. هر کسی به این شهر درآید خودش و مال و ملکش در امان است. در این شهر سرور کائنات محمد صلی الله علیه و سلم تولد شدند و در آنجا پیغمبریشان آغاز شد. الله تعالی آیات‌های بسیار قرآنی عظیم و شان را به پیامبر صلی الله علیه و سلم در این شهر فرستاده است. تکرارا می‌خواستیم قید نماییم که هر اشیا، حادثه و یا مکانی که خداوند با آن قسم یاد کند به بزرگی و اهمیت مخصوص آن تاکید است. آیت نوبتی جواب قسم است. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. هر آینه آدمی را در نیکوترین صورت آفریدیم، یعنی این همه مکانهای مقدس شاهد است که به تحقیق ما انسان را با چه زیبایی و جمال آفریده ایم و در آفرینش او چقدر خوبی های ظاهری و باطنی نهاده ایم. یعنی خداوند انسان را قامت راست، اعضاهای متناسب زیبا، عقل و تمیز، علم، نطق و دیگر عضو و خصلت‌های ضروری داده است. همین خیل باشد هم. ثم رددناه اسفل سافلین. پس او را به مرتبه فروتر از همه فروتران گردانیدیم. در این آیت خداوند خبر داده است که انسان را در اسفل السافلین یعنی پسترین جایگزین نمودیم، زیرا انسان به این نعمتهای ما ناسپاسی نمود، شکر آن را بجا نآورد، امر ما را قبول و اجرا نکرد، طاعت و عبادت‌هایی که برای او خاص گردانیده بودیم بجای نآورد. خداوند فرشتگان را آفرید، به آنها عقل داد، اما نفس و هوای و هوس نداد. آنها از خوردن و آشامیدن، علاقه جنسی و کارهای دیگر
نفسانی پاکند. از همین سبب آنها دائم به عبادت الله تعالی مشغولند و کارهای گناه از آنها صادر نمی شود. برعکس این خداوند به حیوانها عقل نداده است. در آنها خوردن و نوشیدن حرص جنسی هست، عقل نیست. بنابراین آنها به عبادت وظیفه‌دار نیستند و برای کارهای کردهشان جوابگو نیستند. اما انسان در بین مخلوقات پروردگار از همه مرکبتر است. در او عقل هم هست، نفس و حرص هم. انسان به خوراک و آب و علاقه جنسی کردن محتاج است. در نتیجه اگر انسان عقل دادگی خداوند را در جایی که رضای الله در آن است کار فرماید، مرتبهش از بعض فرشتگان هم بلند می شود. برعکس اگر هوای و حرص و نفسی حیوانی را از عقل بالا گذاشته با خواهش نفس خود کار کند، چون این انسان از حیوان هم بدتر است. چنانه که اشاره شد او در اسفل سافلین، یعنی در پایان ترین قسم دوزخ که جای بدکاران است جایگیر می شود. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. مگر کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند، پس آنها را ثواب به حساب است. آنانی که به پروردگار خویش ایمان آورده عملهای صالح نمودند و پیغمبر فرستاده او تعالی را اطاعت کردند، صاحب اجر و ثواب بزرگ می گردند که آن جنت است. آن جنت دار و سرای پرهیزگاران است. نعمتهای جنت اصلا تمام نمی شوند. فما يكذبك بعد بالدين. پس بعد از این چی چیز تو را به دروغ شماریدن روز جزا وادار کرد؟ ای انسان، بعد از درک این همه دلیل و برهانهای آشکار و قاطع، آیا دلیلهای معقول روز جزای و مکافات آن را انکار نمودن ممکن است؟ حالا آن که قدرت الله تعالی در نزد شما از نور مهتاب دیده روشن‌تر است، آیا همه عملهای مردم به مکافات و جزا میماند؟ هرگز. الیس الله باحکم الحاکمین. آیا الله از حکم کننده ترین حکم کننده ها نیست؟ بله هست. البته الله تعالی در حکم و قضا و جدا کردن عملهای نیک و بد بندگان عادل ترین عادلان است. بنابراین هر بنده را موافق عملهایی که کرده است با عدالت خود حکم می کند، چون که او تعالی ظالم نیست. بر روایت برا ابن عازب آمده که اگر شخص سوره و تین را تا آخر قرائت کند باید بگوید سبحان الله و بله انا علی جاهلیک من الشاهدین، یعنی بله و من نیز یکی از همین شاهدانم. پایان سوره تین. ولله الحمد.